روزتان بخیر باشد دوستان عزیز. امیدوارم شما خوب هستید. بر شما سلامتی خواهان هستم. دوستان امروز چهارشنبه 10 دکبر. خب دوستان $100 برابر شد به 926 سوم و 32 دیرم و اینچنین 100 یورو برابر است به 1070 سوم و 34 دیرم. همه شما خواهش میکنیم در ویدیو تا لایک مونین، با کانال ما پادپیسه کنین. رحمه برای دستگیری خداوند شما راضی باشد. و میگذاریم به خبر اساسی، یعنی 1000 روسی با کورس امروزه 117 سومون و 60 دیرم، 70 دیرم، 80 دیرم. خلاص هر خیلی این بود خبرهای امروزه. میگذاریم به رکلامه اساسی. دوستان عزیز، با خانه شما مبل و بر آشخانه شما گارنیتورهای با صفت لازم است و شما نمیدانید که از کجا چطور با طبع دلی خود را پیدا کنید. پس ما این مشکلی را حل کردیم. شرکت فریدون مبل که چند سالها فعالیت کاری خود را در حدود فدراسیون روسیه کار می‌بردند و اینک در جمهوری تاجیکستان. شما تنها با رقم‌های در روی اکران بوده با طریق واتساپ یا اینکه اینچنین با طریق تلفنی زنگ زنید، همه نمودی درخواست‌های شما را با طور قلای و سریع آماده کرده به شما می‌رسانند. تنها از نام شبکه ما کاروان عمر سلام گویید. دوستی ما فریدون همیشه برای خدمت و برای شما آماده است و شما برای کار خواهان هستیم. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار